تو این اوضاع کرونایی که کافی شاپ رفتن خیلی خطرناک شده، یه قهوه ساز خوب با یه قیمت مناسب تو خونه جایگزین خیلی خوبیه. پس تا آخر این پست با ما همراه باشید. پروهمیای عزیز سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. فاطمه ابراهیمی هستم به همراه تیم پروهم. همه چیز درباره امروز ما راجع به قهوه ساز بوش مدل TKA 8011. قیمتش هم یه چیزی هولوش 2.5 میلیون تا 3 میلیون تومنه. بریم با هم آنباکسینگش رو ببینیم. این درجه بندی هاشه که میبینید، اینم کف ظرفه، اونجا هم سوراخ خروج آب بود، اینم که درشه. بعد اینکه حالا اون قسمتی که گفتم اون خروجی آبش، از اون قسمت روی دستگاه سوارش میکنین. بعد اینم که قوریشه که میبینید، جنس قوریش شیشه‌ایه، درش به این صورت باز میشه و به این صورت هم قرار میگیره. قابلیت چرخش کاملم داره. این مخزن آبشه که شما باید آبو داخلش بریزید. اینم که مخزن قهوهشه، قهوه آسیاب شده باید داخلش بریزید. این فیلترشه، البته برای استفاده حتما از فیلتر کاغذی هم استفاده بکنید، به این صورت هم بسته میشه. خب این سیستم ضد چکشه که باعث میشه که اگر قوری زیر در واقع این مخزن قهوه نباشه اصلا قهوه نریزه. این هم که در قوریه، این قسمت رو میبینید، این قسمت باعث میشه که به سیستم اون ضد چکه، به اون مجرایی که قهوه میاد فشار بیاره و همین باعث بشه که قهوه داخل قوری بریزه. این هم که میبینید وارمرش هستش که وقتی قوری رو اونجا قرار میدین باعث میشه که قوری کامل گرم بمونه. همونطور که میبینید روی قوری 2 درجه بندی داره. یه درجه بندیش اینو نشون میده که قابلیت اینو داره که 10 فنجان بزرگ قهوه بده. اون یکی درجه بندیش هم همونطور که میبینید نشون میده که قابلیت 15 فنجان کوچیک قهوه داره. اینم که میبینید سیم جمع کنش هستش. همونطور که میبینید میتونید به این صورت سیمو بکشید و در آخرم میبینید که داخل بدنش به راحتی جمع میشه. خب اینم دکمه هاشه که همونطور که میبینید این دکمه خاموش روشنشه. وقتی که روشن میکنید به شما نشون میده که آیا آب به اندازه کافی توی مخزن وجود داره یا نه. اگر قرمز بشه یعنی که شما باید آب بهش اضافه بکنید. این دکمه هم که میبینید دکمه کلکه که وقتی دستگاه رسوب بگیره چراغش روشن میشه که طبق دفترچه برای رسوب زداییش باید اقدام بکنید. و اما جمع‌بندی. خب به نظر من قهوه سازی که حالا بررسی کردیم که مال برند بوش بود قهوه ساز خوبی بود، من که دوست داشتم. بعد اینکه یه جنبندی کلی بکنم، اینکه قابلیت تشخیص رسوب داشت، قابلیت ضد چکه، بعد اینکه آبو تشخیص میداد. فقط یه چیزی بگم، اینکه خب بعضی موقع سوتی داشت دیگه، یعنی ما چند بار امتحان کردیم 1-2 بار نتونست تشخیص بده، با این حال که آب توش بود نشون میداد که آب کمه. این یه مشکلش بود. بعد اینکه جنس قوری شیشه‌ایه ولی جنس بدنش پلاستیکیه، میتونست به نظر من بهتر باشه. مثلا خیلی این درجه 1 نیست
ولی حالا خوبه دیگه، بعدم نیستش. بعد اینکه حالا یه مشکلی که هست، مثلا اینکه شما میری برند بوش میخری، چون ما تحریمیم قطعاتش نیست. اگر خدایی نکرده بلایی سر این قهوه ساز بیاد دیگه هیچ قطعی نیستش که مثلا شما برین درستش بکنید و اینا. اینم یکی از عیبای دیگه‌شه. قیمتش هم به نظر من خوب بود واقعا. گفتم بین 2.5 میلیون تا 3 بود. قیمتش خوب بود. در کل به نظر من کالای خوب و قابل قبولی بود. ممنون که منو تا این لحظه همراهی کردین. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین و ما رو تا ویدیوهای بعدی همراهی کنید.